سلام و درود هموطن گرامی. قصه ای را برایتان نقل می کنم و امیدوار هستم که پسند یکی شما می گردد و قصه تا کجا اصلی واقعی دارد تنها خدا می داند، چون که از شبکه‌های اجتماعی برداشته شده است. ولی با وجود این بسیار قصه خوب و عبرت آمیز است تا جوان مردان ما با ننگ و بناموس باشند. قصه را گوش کنید و فکرهایتان را زیر نوار نویسید. تابوت مردی مرده را به صحن مسجد برای نماز جنازه خواندن می آرند. وقتی که امام عاید حقهای میت سخن رانده از باب قرضداری او گپ می زند، مردی از بین نمازگزاران به سوی امام و تابوت می آید. مرد به هم سلام داده می گوید: این میت از من $5000 قرضدار است. من از وارثان قرض خود را می خواهم طلب کنم. اینجا 2 دادر و 3-4 پسر دارد، قرض مرا برگردانند. امام به وارثان روی می آرد، اما دادران میت در حال از ادای قرض روی می گردانند. پسران نیز این را رد کرده بین خود به جنجال می درآیند. این خبر به خانه میت که آنجا زنها جمع شده می گریستند می رسد که نماز جنازه را برای ادا نکردن $5000 نخوانده ایستادند. از بین زنها دختر میت که از احوال با خبر شده بود گریه کنان یکی را به سوی مردم روان می کند که نماز جنازه پدرم را خوانید. آن قرض به گردن من آن قرض را ادا می کنم. من جوابگوی هستم. این سخن را مردی مدعی شنیده خرسند شده می گوید: عذر زیاد برادران، من کمی خطا گفتم. این میت از من نه، بلکه من از این میت $5000 قرض دارم. من خواستم وارث بناموسترین این میت را یافته این مبلغ را به او سپارم. اکنون من این مبلغ را به آن دختر می سپارم. من باوری دارم که این دختری با ایمان و بناموس همه حقهای پدرش را رعایت خواهد کرد و روح پدرش نیز از من و از این دختر راضی خواهد بود. بعد شنیدن این خبر مردم با آن مرد آفرین گفتند. وارثان باشند در قهر و غضب و پشیمانی قرار گرفتند.